بابا اصلا باورم نمیشه. فقط خدا میدونه که فضلبخش چه دعایی خونده که سکینه اینجوری راحت کنار مامان خوابیده. فقط خدا میدونه چی کار کرده. شبرا، من فکر میکنم این پسر فضلبخش یه آدم معمولی نیست. یه آدم معنویه. معنوی؟ یعنی چی؟ یعنی اینجور آدما خیلی صاف و صادقن. دلشون پاکه، یعنی هرچی دعا و ذکر بخونن، هرچی بگن یا بخوان، توش کلی خیر و برکته. امروز یه اشتباه خیلی بدی کردم. نباید به فضلبخش سیلی میزدم. آره اشتباه کردی. ولی بابا ببین چقدر گذشت داره. نمیدونم چی داشتم بهش میگفتم، یهویی ازش پرسیدم نکنه بعد از اون سیلی دیوونه شدی. گفت من خیلی وقت عقلمو از دست دادم، فقط تو هنوز نمیدونی. یعنی چی آخه؟ یعنی همونی که گفتم. فضلبخش یه آدم واقعا معنویه. تو هم درکش نمی کنی. منم نمیفهممش. واقعیت همیشه همینه، ولی وقتی وقتش برسه میفهمی. जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना लूटा है दिल को तेरी अदा ने ये कैसा मुझ पे जादू किया मेरी दुआ में मेरी सजा में होता है नाम तेरा ना मैं हूँ आशिक तो मुझे जो पिया तेरा मेरा है प्यार अमर तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान नजर कर दूं जाने वफा ये जीवन क्या कर मांगे तू मेरी जान فضلبخش. بله قربان. بله جانم بفرمایید. چی شد؟ خواب بودی؟ نه راستش میخوام برم روستا، داشتم وسایلمو جمع می‌کردم نشنیدم، ذهنم زودتر از خودم رسیده اونجا. بفرمایید قربان. یهو داری میری روستا؟ چیزی شده؟ همه چی خوبه؟ راستش روم نمیشه بهتون بگم، حس میکنم درست نیست. نمیدونم شما چی فکر میکنید و اما نگو فضلبخش. قربان اتفاقی که امروز افتاد راستش واقعا اشتباه بود، خیلی اشتباه بود. دلم شکست قربان. خدا رو شکر شبرا رسید و جلوی سکینه رو گرفت، مادر زهیب رو بیرون کرد، ولی قربان این کار درست نبود، اصلا درست نبود. ولی قربان ولی چی؟ شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید قضیه تموم شده؟ نه قربان. خیلی ببخشید، ناراحت نشید، جسارت میکنم، ولی باید بهتون بگم خواهرتون خیلی طمعکاره، خیلی. شما آدم درستی هستین، آدم با اصولی هستین قربان، ولی این قضیه دیگه از دست شما خارج شده. این یه واقعیت قربان. میخوام کمکتون کنم، دلم میخواد خواهرم سر و سامون بگیره، ولی قربان مگه من میتونم واسه زهیب یه شغل رد بالا گیر بیارم؟
اما یه راهی دارم قربان. تو روستای ما یه پیر زاهدی است. میرم و جلوش زانو میزنم. یه دعای اون شاید کمک کنه سکینه سر و سامون بگیره. واسه مشکلات بزرگ راه حل داره. پس نگران نباشید قربان. میرم، به امید خدا همه چی درست میشه. فضل بخش، یادت میاد یه بار به صفیه چی گفتی؟ چی گفتم قربان؟ گفتی خدا پسرمونو تو وجود تو برگردونده. بله قربان، درسته، خودم گفتم. فضل بخش، با من صادق باش. همیشه راستگو بمون. هیچ وقت دروغ نکن. حتما قربان. چه آدم خوبیه. فضل بخش، خدافزی نمی کنی؟ یه چیزی رو به هم قول میدی؟ این بار که از روستا برگشتم میشه یه استقبال حسابی ازم بکنی؟ آره؟ با کلی محبت ازت استقبال میکنم. گل میریزم جلو پات. هر جا بری پر از گل میشه. خوبه؟ واقعا؟ واقعا. داره دستم میدازی آره؟ بگیر، اینا ساندویچه. اگه تو راه گرسنه شدی بخور. ممنونم، دست درد نکنه. اون مرشد روحانیتم سلام منو بهش برسون. راستی داشتم به یه چیزی فکر میکردم. بابا چیزی رو ازت پنهون نمیکنه، درسته؟ اون اتفاقی که چند روز پیش افتاده بود. خداحافظ. چی؟ هنوز نرفتی؟ هنوز وایسادی اینجا؟ بهت گفته بودم که حس ششمم خیلی قویه. میدونستم میخوای برگردی یه چیزی بگی. اگه بخوای نمیرم، همینجا میمونم. وقتی رسیدی یه پیام بده. میگم بهت زنگ بزنم. نه، همون کاری که گفتمو بکن. باشه، برو دیگه. برو. شب خوش. سلام فراز. سلام مهرین. میخواستم بگم پروازتو کنسل کنی. با شاهمیر صحبت کردم، دیروز برگشته. چی؟ انقدر زود برگشته؟ مگه چند روزه رفته بود؟ منظورت چیه؟ لندن بوده، مریخ که نرفته. آره ولی خب یه دلیلی باید داشته باشه که انقدر زود برگشته. خب اگه بهت بگم تو باور میکنی؟ نه باور نمی کنم. خب پس قطع میکنم. الو فراز؟ بله بی خیال، حرف بزن، بگو چی شده، زود باش. شاهمیر خیلی خرافاتی شده. خرافاتی شده؟ چی داری میگی تو؟ دیدی؟ میدونستم باور نمیکنی. باش، خداحافظ. فراز جانم. بگو ببینم دقیقاً چی شده؟ اون واسه چی برگشته؟ باشه.
قوانین عملکرد ادارات نهایی شده. خدا به خیر کنه. قراره چه اتفاقی بیفته؟ عیبی نداره، یه چالش جدیده. آره. چی قراره سر سازمان بیاد؟ بابا حالت خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟ همه چی مرتبه؟ معلومه که خوبم. کی اومدی؟ خدای نکرده اتفاقی که نیفتاده. همه چی خوبه؟ من که خوبم. تو چرا اینطوری شدی؟ مطمئنی همه چی خوبه؟ بابا اصلا نمیدونی این 3 شب چه استرسی به خاطرت کشیدم. خوابای عجیبی دیدم، نگران سلامتیت بودم. ببینم مطمئنی که چیزی نشده؟ من ها؟ خوبم پسر، خیالت راحت باشه. تو منو ترسوندی پسر. چی شده آخه؟ همه چی مرتبه؟ از لندن برگشتم که همینو بفهمم. ببینم تو چه جور خوابایی دیدی؟ راستش یه برکه بود، از خونمونم بزرگتر بود. داشتی تو اون برکه غرق میشدی، دور و برت آدم بود، کمک میخواستی ولی هیچکی کمکت نمیکرد. همه میخندیدن بهت، صدام میکردی ولی منم نبودم و فقط داشتی غرق میشدی. اینا یعنی چی بابا؟ ها اینا یعنی چی؟ من واقعا نمیدونم ولی من خوبم. چیزی نیست، نگاه کن. منو ببین، کاملا خوبم. خب گفتم اول بهت زنگ بزنم حالتو بپرسم و دیگه اینجا نیام، ولی خب دلم راضی نشد اومدم اینجا. امیدوارم کار بدی نکرده باشم بابا. خیلی هم کار خوبی کردی. خوشحالم که اومدی. از دیدنت خوشحالم. ما بهت افتخار میکنیم پسر. منم خوبم. خب برو یا به صورتت بزن. باشه زودتر بیا صبونه بخور، منتظرتیم. باشه، نگران نباش. شاهمیر، متشکرم. انگار شاهمیر خیلی دوست داره که اینطوری خودش رسونده اینجا. به هر حال این خوبه، خیلی خوب. بهرام، بهرام، بله آقا. 2 بز سیاه جور کن. زود باش دیگه. چشم آقا. جانم سلام. سلام فضل بخش. چطوری شبرا؟ خوبی؟ حالت خوبه؟ چی شد که زنگ زدی؟ خب تو قرار بود وقتی رسیدی به هم خبر بدی ولی خبر ندادی. آره سالم رسیدم، نگران نباش. میخواستم زنگ بزنم بهت ولی چی؟ چی شده؟ بگو ببینم چی شده؟ همه چی خوبه؟ آره همه چی خوبه، فقط شارژ نداشتم، واسه همین نتونستم زنگ بزنم، وگرنه میخواستم زنگ بزنم. یه چیزی بپرسم، راستشو بگی یا فقط حقیقت؟ آره بپرس. چرا یکی؟ تو میتونی 10 تا سوال بپرسی. ببین اگه پول میخوای راحت بگو، تعارف نکن. میدونم هنوز حقوق نگرفتی و به خاطر خانواده من رفتی. بالاخره شاید نیاز داشته باشی چیزی بخری، پولی لازم داشته باشی. الو هستی فضل بخش؟ آره هستم همینجا. خب بگو ببینم چقدر برات بفرستم؟ 20,000 دارم، میتونم برات بفرستم. نه به پول نیازی ندارم، جورش کردم، مسئله خاصی نیست. یه ضرب المثل است که میگه آدما اگه درگیر 2 چیز بشن به درد نمیخورن و زندگیشون زیر رو میشه. اون 2 تا چیا؟ یکی عشقه، یکی هم قرض. آره تو داری درست میگی، ولی آدم بدون هر 2 تاش نمیتونه زندگی کنه. آره اینم یه حرف حسابه. خلاصه نگران نباش، خودم درستش میکنم و اون 20,000 تایی که میخواستی بدی وقتی برگشتم باهاش جشن میگیریم. قبوله باشه؟ آره باشه قبوله. دیگه قطع میکنم. خدافظ فضل بخش. باشه بعداً باهات صحبت میکنم.
سلام به همه. امروز خیلی گشنمه. نون روغنی؟ گفتم نون سبوسدار بگیریم ولی نگرفتین. چنگالم هم که نذاشتین. کی صبونه درست کرده؟ چی شده بابا؟ چرا صبحونه نمیخوری؟ عزیزم یادم رفت یه کار خیلی مهم دارم. شما صبحونتون رو بخورین. اصلا بدون صبحانه نمیذارم بری. صبر کن برات نون توست و کره بیارم. سکینه برو چای درست کن. نه نمیخورم. سکینه هی دارم باهات حرف میزنم. نمیبینی دارم نادیدت میگیرم؟ حال شنیدن هیچی رو ندارم. لطفاً بفهم دیگه. ساکت باش عزیزم. میرم از جلوتون گم میشم. لطفاً نیا تو اتاقم، مزاحمم نشو. حال و حوصله نمایش احساسی ندارم. ماما دیدی چطوری حرف زد؟ دیدی چه لحن تندی داشت؟ همیشه همینطوری با هم حرف میزنه دختری بیادب. خودت چی؟ دیدی چقدر با هم بحث میکنی؟ ها؟ انگار من مادرت نیستم بس کلفتم. دیگه صفیه، لطفا ساکت شو. راست میگی. هممون باید ساکت باشیم. کاملا ساکت. بابا تو باهاشون حرف زدی؟ چه اتفاقی افتاده؟ حرف زدن فایده ای نداره. حتی اگه چیزی هم بگم کسی متوجه منظور من نمیشه. عمرت بلند عزیزم. بابا حداقل یه لقمه من بخور. باید برم. وای عالیه، دست خوش. یعنی تا خواهر زن تو سر و سامون دادی خودت میری دنبال کارای عروسیت. خوبه، خیلی هم خوبه. میدونی یه چیزی رو فهمیدم. هر وقت یه کاری برای سکینه میکنم شبرا خیلی زود جذب من میشه. نمیدونم چرا ولی اینطوریه. فکر نمی کنی به خاطر این موضوع باید از عمش تشکر کنی؟ چون اگه اونقدر بد نبود نمیتونستی به عشقت برسی. به قول قدیمی ها عدو شود سبب خیر. واسه همینم فکر کردم واسه پسر شکار رده بالا جور کنم. گوش کن. یه موقعیت خوب براش پیدا کن. نگران نباش، انجام میشه. نگران نباش. فقط میخوام خوشحالش کنم. حداقل زنگ گوشی تو عوض کن. فضل بخش این آهنگو دوست داره. چرا باید واسه تو عوضش کنم؟ الو، سلام شبرا، همه چی خوبه؟ هیچی خوب نیست فضل بخش. از هیچی سر در نمیارم. جو خونه خیلی بده. گوشی زهیب خاموشه. رفتم خونهشون که باهاش حرف بزنم ولی در خونهشون قفله. نمیدونم کجا رفتم. کی گفت بری؟ باید خونه میموندی. بهت گفته بودم با مرشدم صحبت میکنم، اون درستش میکنه دیگه. صبور باش شبرا جان. آخه چطوری صبر کنم ها؟ چطوری میتونم؟ میدونی الان تو خونمون چه خبره؟ بابام برای اولین بار صبحونه نخورده رفت بیرون. مامان و سکینه با همون حرف نمیزنن، انگار که ما مقصریم. چطوری باید وانمود کنم که اوضاع عادیه هان؟ واسه همین گفتم که یه بار دیگه با عمه حرف بزنم، شاید جواب بده. خیلی خوب باشه، یه کاری بکن، با دخترم از حرف بزن. ازش بپرس، اون بهت میگه که کجا رفتن. نمیتونم بپرسم. هیچ کس از خانواده با همون حرف نمیزنه. دیروز که با سکینه صحبت میکردم میگفت بابات به زهیب کمک نکرده، درسته؟ اون کمک اصلا قانونی نبود. فضل بخش، یه خواهش ازت دارم، لطفاً به سکینه زنگ بزن و راضیش کن با بابا حرف بزنه و دیگه قهر نباشه. باشه میتونی؟ باشه، چرا که نه. الان بهش زنگ میزنم. نگران نباش، دیگه اینجوری صحبت نکنی ها. بذار نمازم تموم بشه سری بهش زنگ میزنم. آره حتما. ببخشید این موقع مزاحمت شدم. برو به کارت برس. ببخشید.
این حرفا دیگه چیه؟ اشکال نداره. مواظب خودت باشه؟ ممنونم فضل بخش. منم از تو ممنونم. خدا نگهدارت. خداحافظ. ببینم همه چی خوبه؟ اینم مهم. باید یه جوری حالیش کنم. خیلی داره اذیت میکنه. خب پس براش یه دعای مخصوص بخون. چرا که نه؟ انگار افتادیم وسط یه نمایش خنده‌دار. کجا داری میری؟ برم به عمه یه سری بزنم. ای بابا، مهرین منتظرت، نهار دعوتت بی کرده. خیال مهرین بابا، به فکر عشق خودم باشم یا اون. خودت برو باش نار بخور. ای بابا، همیشه منو میندازی تو دردسر. اون دختر خواهرمه که ولش کردین و رفتین، مثل ترسوها. ببین من همیشه میگفتم تو قطعا یه دختر رو اذیت کردی. من با هیچ دختری لعنتی. کاری نداشتم. اون رفته شکایت کرده. چی میگی؟ آقا شما کدوم دختر رو میگین؟ دارم از سکینه احمد حرف میزنم. سکینه؟ اون برای من فقط یه خواهر نیست. واسه خوشحالی و لبخندش هر کیو لازم باشه نابود میکنم. میفهمی چی میگم؟ نرگس، عمه جان، اگه یه روز حالش خوب نباشه، برای خوشحالیش میتونم ریشه هر کسی رو بزنم. درسته. 5 دقیقه وقت دارید که بگید آخرین آرزوتون چیه. بچه‌ام خیلی کار بلدن، بدون درد و خونریزی کارتون رو تمام میکنن. حله؟ ببینم چی گفتی؟ وقت تمومه؟ خیلی خوب، برای درسته، وقت تمومه، دیگه بریم. بذارم. دیوونه شدی؟ نه، داشتم میرفتم بازار، گفتم اگه چیزی میخوای برات بخرم. نه چیزی نمیخوام، برو دیگه. نمیخوام، برو. तुझसे पिया पागल या जोगी मुझको कहो तुम, हाँ मेरा इश्क सबसे जुदा तेरी ही खातिर सौ जनों में चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं, तेरा मेरा है